سپاسگزاریم. آیه حسنیانی، به نظر شما این سکونی که الان در این جنبش اعتراضی به وجود اومده به خاطر تشدید فشار و سرکوبه و یا نه به خاطر اینه که شاید مردم مطالبات خودشون رو به عنوان مثال در زمینه برابری، دموکراسی و یا احقاق حقوق ملیت ها اونا رو میبینن که در این جنبش به درستی بیان نمیشه؟ بله، سوال خیلی زیبایی است و جایی است. در واقع جنبشی که الان در ایران در جریان هست به هر حال بهش عنوان جنبش سبز دادن. منتها این جنبش سبز بنا به اصطلاح تحلیل و اشاره بسیاری از فعالان و در واقع صاحب نظران سیاسی یک از کاستی های در واقع اساسی رنج میبره. برای نمونه رهبری در واقع اساسی در رأس این هرم وجود نداره. ممکنه اشاره بشه به آقای کروبی یا موسوی که بیشتر اونها رهبری در واقع همونطور که بهش اشاره میشه معنوی این جنبش هستن. در واقع رهبری خردگرای سیاسی که بتونه از واقعا پیچ و خمهای سیاسی این جنبش رو در واقع هدایت بکنه و پیش ببره فعلا تا الان نیست. و بحثی هم که وجود داره اینه که این حرکت و این جنبش که به هر حال جای تقدیر هست از سوی جوانان و دانشگاهیان علل خصوص، بیشتر در واقع مرکز نشینان هستن که این حرکت رو در واقع دارن انجام میدن و به پیش میبرن. شما وقتی توجه بکنی در مناطق دیگه ایران یا به عبارتی ملیت‌های ایرانی همدردی میکنن ولی همراهی تا حالا نمیبینیم کرده باشن در ارتباط با این جنبش، چه در کردستان برای نمونه، چه در یک جای بسیار حساسی مثل آذربایجان که جناب آقای دکتر مریدی هم آذری تبار هستن در واقع، و یا چه در مناطقی مثل بلوچستان. علت این که این همراهی و این همگامی وجود نداره در چیست؟ این پرسش بسیار اساسیه و مسئولین و به هر حال به گونه‌ای کسانی که سخنگوی این جریان تحت عنوان جنبش سبز هستن باید به اون پاسخ بدن و راه حل پیدا بکنن. این ملیت‌های ایرانی خواسته های اساسی و خواسته های معقول و منطقی دارند که در طول 3 دهه گذشته این خواسته ها به صور مختلف سرکوب شده یا بهش بی‌توجهی شده. خب تا زمانی که این خواسته ها و این نیازها مورد توجه قرار نگیره و به صورت اساسی و به صورت مستقل، نه اینکه به صورت در کنار مسائل دیگه مطرح شدن به صورت کمرنگ، منظورم اینه، این رو تا زمانی که بهش توجه نشه و تعریف نشه و توضیح داده نشه، خب من فکر نمی کنم این جنبش بتونه از بالندگی در واقع در برخوردار بشه در سراسر ایران، به دلیل اینکه دیگران، یعنی منظور ملیت‌های ایرانی هست که اشاره کردم، اینها میبینن که منافعشون و خواسته هاشون پاسخ داده نشده. وقتی که این پاسخ داده نشه خب طبیعتاً اونها تا همین الانم در حال پرداخت هزینه هستن، ولی بابت فکر میکنم چه چیزی اینها باید بیان و در واقع اونها هم در این جنبش به صورت اساسی حضور و در واقع وجود داشته باشن، خودشون رو در اونجا پیدا بکنن. اینه که من در واقع از همین تریبون این رو مطرح میکنم به سهم خودم و اینو در واقع درخواست میکنم که سخنگویان و در واقع کسانی که به هر حال به گونه‌ای مسئولین اول این جنبش هستن یا به هر حال زبان حالش هستن این رو مورد توجه قرار بدن. اگر میخوان در واقع این شعار ایران برای همه ایرانیان، خب باید همه ایرانیان یک دست نیستن. ما از فرهنگ‌های مختلف در واقع به وجود آمده ایران و زیباییش هم در همینه. در ایران ملیت‌های مختلف وجود داره، خواسته های این ملیت‌ها باید پاسخ داده بشه. آقای دکتر مریدی ممکنه حرف من رو
تایید بکنن که در کشوری که من و آقای دکتر مریدی زندگی میکنیم در کانادا، در این مورد گام‌های بسیار بلندی برداشته شده و این به بقا و تداوم و دموکراسی در کشوری مثل کانادا به شدت در واقع کمک کرده در غنا بخشیدن در بخش‌های مختلف اجتماعی و همچنین اقتصادی و سیاسی، استحکام این کشور و در واقع اجر و قرب این کشور به خاطر رعایت موازین انسانی و حقوق بشری در دنیا، همونطور که هممون میدونیم در چه سطحیه. اینه که این صحبت ها که میشه حکایت از یک خواست اساسی و ملی از سوی این مردم و این رو نباید طبق سرکوبگران تاریخی در ایران فوراً به این تشبیه و معنا کرد که میخوان ایران رو تجزیه بکنن. این بسیار کودکانه است، بسیار در واقع ساده اندیشانه است کسی که بخواد این رو مطرح بکنه و این رو به عنوان مسئله استدلال در واقع داشته باشه. باید پاسخ داد به نیازهای اجتماعی امروز ایران که به قول معروفان اشاره شد که جهان دهکده است و تبادل اطلاعات و تلکمیونیکیشن به گونه‌ای است که در واقع همراه و همگام هست با در واقع اشاعه دموکراسی در جهان. نمیتوان در واقع مشکلات رو زیر فرش پنهان کرد.